تازه از خواب پا شدم، یهو یه ایده به ذهنم رسید. رفتم سراغ لپتاپو که در موردش تحقیق کنم. قبلش چای ریختم که سرحال شم و پر انرژی ادامه بدم. چای با خودم بردم کنار لپتاپ. زیپ لپتاپ باز کردم. لپتاپم باز کردم و روشنش کردم. خب چای رو بزنیم بر بدن و بریم سراغ ادامه کار. سایت اول گوگل ترنده. میریم توی سایت گوگل ترند رایگان، شما میتونید کلمه کلیدی رو سرچ کنید. متوجه شدم واو چقدر پرسرچ. الان که فهمیدیم این حوزه چقدر پول سازه، باید بررسی کنیم که رقیبامون چقدرن و چقدر قوی کار کردن. از اونجای من تخصصم سئو سایته، فهمیدن این موضوع آنچنان سخت نبود و واقعا عاشق این کارم و راحتم این کار رو انجام دادم. رفتیم سراغ هوش مصنوعی. با یه پرامپت ساده استراتژی و برنامه هفتگی رو کامل ازش گرفتم و کامل فهمیدم باید چیکار کنم. حالا وقتشه بریم سراغ تحقیقات محیطی. رفتم گل فروشی که همیشه شلوغ و درآمدش عالیه. متوجه شدم روزی میانگین 200 الی 300 نفر پرزنت میکنه. بریم خونه که تحقیق کامل کنیم. با یه سرچ ساده متوجه شدم که روزانه 500 تا 600 نفر از طریق سرچ گوگل گل خریداری میکنن. با یه جمع و تفریق ساده هم میتونی از طریق سایت محلی گل فروشی ماهیانه حداقل 2 تومن در بیاری. اگه ویدیو رو دوست داشتی و کمکت کرد لایکشو بذار و برای دوستات هم بفرست. دمت گرم.